موز، میوه گرمسیری و استوایی که پس از کشت در روستای سردسیر همگین به جنگلی انبوه تبدیل شده است. تونستم به سطح 7 هکتار تعداد 20,000 اصل نهال درخت موز در یکی از مناطق سردسیری شهرستان‌های استان اصفهان کشت کنم. به حمدالله طی زمانی که روش کار کردیم، اون جوابی که می‌خواستیم ازش گرفتیم و تونستیم یه کشت جایگزینی بابت اصلاح الگوی کشت داخل گلخونه‌ها انجام بدیم. ارتفاع درختان بین 4 تا 5 متر است. دمای منطقه ما زمستان به منهای 15 تا منهای 18 گاهن هم تا منهای 20 درجه میرسه دمای بیرون. یه منطقه کوهستانیه ولی خب ما داخل گلخونه شرایط واسش مهیا کردیم. هر درخت حدود 45 کیلوگرم موز دارد. تونستیم یه موزی تولید کنیم که حتی با موزای وارداتی رقابت میکنه، گاهن هم از لحاظ سایز میوه و بازارپسندیش خیلی بهتر از میوه‌های وارداتی هم هست و میتونیم واقعا رقابت کنیم. نژاد اصلی این موز از کشور ترکیه بوده. ما داخل آزمایشگاه و کارهایی که کردیم تونستیم در همون حد برسه. هکتاری 100 تن سالیانه میشه موز از داخل گلخونه برداشت کرد. مباشری علاوه بر کشت موز و تولید محصول به روش کشت بافت نهال موز هم تولید و به سراسر کشور توزیع می‌کند. با توجه به اینکه کشت موز داخل گلخونه‌های آقای مباشری را دیدم و خیلی کیف کردم، اصلا تشویق شدم و کشت فلفل رو تبدیل کردم گلخونه را به موز. نشا از ایشون تهیه کردم و خدا را شکر الان دارم نتیجهشو میبینم. زمان رسیدن موزهای وارداتی به دست مصرف کننده دست کم 1 ماه، اما موز تولید داخل 3 روز است. سالانه 700 تن موز از این گلخونه برداشت میشه که میتونه 840,000 دلار ارزآوری برای کشور داشته باشه. رامین زال، خبرگزاری صدا و سیما، روستای همگین، شهرستان دهاقان.